هلو میدونی که آلمانی خیلی قوانین نامه نوشتن و ایمیل نوشتن براشون مهمه. پس بیا توی 1 دقیقه ساختار درست ایمیل و نامه رو کامل به توضیح بدم. همون بالا اول قضیه اطلاعات خودت رو مینویسی der Absender. بعد اون میای اطلاعات دریافت کننده دی امفنگر رو مینویسی، روبروش سمت راست صفحه ort و داتوم، مکان و تاریخ رو میزنی. بعد میای پایینتر انقیده رو مینویسی که بعد میگم چجوری توی کپشن. بعد متن خود ایمیل یا نامت رو داری و آخر سر 2 تا کار میمونه، یکی گروس فرمل و آخرم اون تشخیص یا امضاتو بزنی. جزئیات همه‌شون توی کپشن نوشتم و توی تلگرام و استوری میذاری نکات خیلی جذابو بهت میگم که بتونی نامه یا ایمیل فوق العاده خوب بنویسی. حتی برای اپلای کردن دانشگاه خیلی به دردت میخوره. پس دستشون نده. موفق باشی.